آیا به این شک دارید که قبیله افغان طالب تروریست تمدنگریز یک قبیله خردجال، فتنگر و شرانداز و دروغگوی است؟ هموطنان عزیز، این ویدیوی امام علی رحمانوف است که در تمام اکانت های قبیله افغان طالب تروریست شما او را میبینین که گویا ولا فلانی مردم از تاجیکستان آمده و اینی داستان ها. البته این ویدیو را گرفتن، کات گرفتن، یک بخش کوچکش ماندن و میگن که بله این رقم او رقم گپ شده. اینال بین ویدیو کاملش ببینیم و بعد از او به این پی ببریم، شکتان برطرف شود و 100% به این متیقن شوین که قبیله افغان قبیله خردجال است، قبیله دروغگوی است، فتنگر است. امیر ویدیو را میبینیم، بعد از در موردش گپ میزنیم. تنها همین را تاکید میکنم که در آن روزهای سخت هزاران هزار شهروندان ما در خاک افغانستان برادر جای اقامت یافتند و مردم افغانستان یک بریدنان را با هم کمک کرده مردم ما را از گرسنگی رهایی بخشید و مخصوصا نمی را تاکید میکنم که در همان روزهای بسیار سخت پیشوایان آن وقته مردم افغان، مخصوصا پروفسور شادروان، پروفسور برهانالدین ربانی و امیر صاحب احمد شاه مسعود بسیار خدمت تاریخی کردند و اولی. خب هموطنان عزیز، چنانچه که ویدیو رو متوجه شدن، این ویدیو امام علی رحمانوف است که از حضرت احمد شاه مسعود رحمت الله علیه و شهید پروفسور برهان الدین ربانی سپاسگزاری میکند، چون در دوران پروفسور برهان الدین ربانی در تاجیکستان جنگ های داخلی بود و نه تنها به ای که عامر صاحب می مهاجرین تاجیکستان در مملکت ما جای میته، بر از اونا نان و گپاش هم توضیح میکنه. بعد از او یک کار بسیار تاریخی را که انجام میده، به جنگ تاجیکستان نقطه پایان میگذاره. بعد از او که نقطه پایان گذاشت برای جنگ، تمام مهاجرین پس برمیگردن در مملکت خودشان. به خاطر از اینی رئیس جمهور تاجیکستان آمده سپاسگزاری کرده، ولی افغانای غول اینجا تشکریش از عامر صاحب پاک کردن و یعنی حذف کردن. یک ویدیو کوتاه را ماندن که ولای قوم از فلانی جای آمده و بستانی جای. او افغان غول، او افغان تمدن گریز، او افغان قبیله خردجال، او فتنگر. ما در این خاک، در این جغرافیا ریشه داریم. کسی که ریشه داشته باشه با این بادهای کند و گپا نمی لرزه. ما یک تاریخ داریم. حتی توی همی افغان غول تمدن گریز وحشی مسلمان هستی، ابو حنیفه ما تو را مسلمان کرده. تو باز میخیزی پاچه ما را چک میگیری، غف میزنی، یک غولگری و گپای تبان یک طرف دیگه چیزای دیگه نمیچله، چالای لغمانی تو بشینی خردجالی بکنی گپا. شوالیه اینجا ششته و تنبان زنا عدی زنای تانا در کلایتان لنگی میزنه. ایره داشته باش از من. یک جان سپاس.